به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، یاران و همراهان، هم میهنان نازنین، بانوان و سروران ارجمند. کامبیز هستم فکری در خدمت شما خوبان و نازنینان. بعد از چندی و اندی که به قول مولانا مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بگذشت تا خون شیر شد، باز آمدیم یاران و این بار میکوشیم که در قالبی دیگرگون از گلستان ادب پارسی بهره ببریم، از آنچه که بزرگان ما، بخردان ما، پیشینیان ما به ما گفتند، برای ما نوشتند، به یادگار گذاشتند، اما شوربختانه گویی گوش شنوایی و چشم بینایی نداشتیم و شد آنچه شد. امروز در اینجای روزگار قرار داریم. باری چنانچه یحتمل از تصویری که در پشت سر این چاکر هست حد زده اید، به درگاه مرحوم ملک آمده ایم، مرحوم ملک الشعرای بهار، و عرض می شود که او در واقع می توان گفت از حافظ بدین سو مانند اویی در ادبیات کمتر سراغ می توان گرفت به راستی. و عرض می شود که از دیوان بهار ترکیب‌بند بسیار مشهور و مفصلی دارد او به نام آینه عبرت، که این ترکیب‌بند را عرض می شود که او تنها 20 سال داشته که سروده. بهار متولد 1265 هجری شمسی است و این ترکیب‌بند را در سال 1285 خطاب به ممدلی شاه قاجار سروده است. اما حال وقتی این ترکیب‌بند رو با هم بخوانیم بیشتر پی میبریم. در سن 20 سالگی او کیاست و سیاست یک پیر فرزانه را داشته. آنچنان بسیط علم بوده است این مرد، آنچنان جامع و شرایط بوده که آدمی متحیر میمونه. بابا اینا مگه دانشگاه رفته بودن؟ اینها مگه به کدام مکتب رفته بودن که چنین آموختند؟ باری اجازه بفرمایید به لحاظ اینکه این ترکیب‌بند بسیار عرض می شود که طولانی است، سعی می کنیم که در هر بخش ابیاتی چند رو از آن با هم بخوانیم و گمان میبرم که یک مجموعه متولی خواهد شد این چامه آینه عبرت از مرحوم ملک. میگوید که پس از مرگ مظفرالدین شاه قاجار و نشستن محمد علی شاه به تخت سلطنت، اعمال مستبدانه او ملیون و مشروط طلبان را سخت مشوش و نگران ساخته بود. ملک الشعرای بهار برای نصیحت به شاه و عبرت او از کردار سلاطین گذشته ایران و نتایج خوب و بدی که هر یک از پادشاهان از اعمال خود گرفته بودند، تاریخچه مختصر ایران را، کل تاریخ ایران است، تاریخچه مختصر ایران را
از ابتدای سلطنت کیومرث در شاهنامه تا آخرین دوره، یعنی مظفرالدین شاه قاجار، به رشته نظم درآورد و این ترکیب بند مفصل را در سال 1285 شمسی، 1 سال پس از جلوس شاه، سرود و در روزنامه نوبهار مشهد انتشار داد. می‌فرماید خطاب به شاه: پاسبانا. به به، چگونه خطاب میکنه شاه مملکت رو. تو پاسبان این مردمی، تو مدافع این مردم بایستی باشی، تو حافظ جان و مال و ناموس این مردم باید باشی، تو پادشاه این مردمی. بنگاه سلطنت بنگاه محبوبی بود. شوربختانه مستبدین آبرویی برای اون بنگاه باقی نگذاشتند، اما هر آینه این بنگاه بسیار بسیار دوست داشتنی بود برای ما ایرانیان. بله، می‌فرماید پاسبانا، تا به چندین مستی و خواب گران. پاسبان را نیست خواب، از خواب سر بردار هان. گله خود را نگر، بی پاسبان و بی شبان. یک طرف گرگ دمان و یک طرف شیر ژیان. آن ز چنگ این رباید طعمه این از چنگ آن. هر یک آلوده به خون این گله دست و دهان. پاسبان مست و گله مشغول و دشمن هوشیار. کار با یزدان بود که از کف برون رفته است کار. پند بپذیر ای ملک، پند بپذیر ای ملک، زین پاک گوهر دایگان. خودش رو دایه شاه میدونه، جوان 20 ساله‌ای بوده، اما ببینید چقدر پر مغز و چنان نغز سرود است. پند بپذیر ای ملک، زین پاک گوهر دایگان. نیکی از زشتان مجوی و یاری از همسایگان. وانگه از سر دور کن گفتار این بیمایگان. پایداری چند خواهی جست از این بی پایگان. کشور تو خسروا گنجیست گنجی شایگان. ترسم این گنج از کفت شاها برآید رایگان. طرفه گنجی در کف آوردی کنون بی هیچ رنج. رنجی نبردی که ارث پدر بهت رسیده. نطفه مقدس: طرفه گنجی در کف آوردی کنون بی هیچ رنج. چون نبردی رنج شاها کی شناسی قدر گنج. گنجی آمد در کفت بیش از سپهرش فر و جاه. صیت قدر و حشمتش بگذشته از ماهی و ماه. خسروان کرده در او
از دیده حسرت نگاه، حدش از آن سوی دجله تا بدین سوی فراه. دست اندر دست مانده تا کنون از دیرگاه، واندرو زین دیرگه بیگانگان نابرده راه. خسروان در برکشیده این بت دلبند را. راست چون مادر که اندر بر کشد فرزند را. از اینجا شروع می کند به نام بردن یکایک از شاهنشاهان گذشته و اینکه هر کدوم چه کردند و چه چیزی از خود باقی گذاردند و نتیجه حکومت آنها چه بوده. اجازه فرمایید تا به همینجا خاتمه بدهیم بحث را و امیدم که اگر عمری باقی بود در جلسه آینده به خواندن این چامه با شکوه و جاویدان به راستی بنشینیم چند بند دیگری بخوانیم با هم. تا دیداری دیگر، درود و 200 بدرود و پاینده ایران.